مسئله که به نهایت باعث نگرانی بود همین افراطگرایی بود که پیشوای ملت گفتن که شما ببینید در مسکو، در ترکیه، در ایران، حتی در ایتالیا، حتی ملت ما که صاحب قضاوت و فتوا و عقیده، صاحب اینقدر فرهنگ و پیشرویه که مورچه را آزار نمیداد 6000 سال تاریخ دارد دیگران را تربیت کرده است، امروز طالبان دستگیر میکنند که ما تروریست را دستگیر کردیم. حتی طالبان امروز دیگر از این مرز بوم نمی آید. امروز برادران حفظ حقوق ما همه با دو پا با دو چشم سر بیدار و نگاه میکنن. امروز با طریق همون تلفن ها، با طریق همون هایی که پولش را پدرش پرداخت میکنند، برادرش میفرستد از مسکو از مهاجرت اون تلفن رو، با سبب امین در بر مادرش نشستگی هست، با کیم کدام عقیده و رویه صحبت میکند که حالا که خودش نمیداند رویه و مذهب خودش رو. اسلام از اول هر وقتی که خلافت اسلامی داشت در جوار اون خلافت یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها زندگی میکردند. همین آخران امپریای عثمانی که خلافت عثمانی ها میگویم نظام قبول کرده بود، نظام الملل، یعنی با دیگر ملت ها ما چگونه معامله داشته باشیم. یهودی ها زندگی میکردن، نصرانی ها زندگی میکردن، مجوسی ها زندگی میکردن. قرآن من شما میگوید که دختر یهودی، دختر نصرانی شما به زنی بگیرید، عائله بنیاد کنید، از اونها فرزنددار شوید. و میگوید که شرط همین است که حیوان کشته می شود همون کشنده مسلمان باشد یا کتابی، یعنی یهودی و نصرانی. امروز چه شده است که اینقدر خون و خراب است؟ این کدام عقیده و رویه است؟ قسم به خدا دین مبین اسلام، مذهب ناب امام اعظم ابو حنیفه، یگام کتاب دینی، حدیث، تفسیر، قرآن، احکام اجازت نمیدهد که نفس کشته شود، اگرچه که اون مسلمان مؤمن نیست. آیا کشتن انسان از دیدگاه دین درست هست یا نیست؟ قرآن میگوید من قتل نفسا، کسی نفس را بکشد، نفس یعنی اون نه مؤمن است نه مسلمان است، نفس را بغیر نفس، بدون یگام سبب او فساد فی الارض، یگام جنایتی نکرده است، همین را کشتن. این چی است پیش خدا؟ فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه مردم را کشته باشد پیش خدا هم گناهگار است. حتی قاتل در نزد اکثر اهل علما توبه ندارد، توبهش قبول نیست. حتی در صحیح البخاری اول دیوان، یکمین دیوان، یکمین دیله‌ای که در روز قیامت میارند دیوان و دیما، این دیله خونها هست، قاتل و مقتول اینا پیش میشن. اولین محاکمه خونها هست. پس اسلام میگه من احیاها، کسی سبب شد پیشگیری کرد که نفس حیات دید کشته نشد، فکأنما احیا الناس جمیعا، پیش خدا اینقدر ثواب گرفت که گویا همه انسان ها را حیات بخشیده است. برای همین از عبدالله ابن عباس که پرسید که آیا قاتل توبه دارد؟ اون خاموش شد. دفعه دوم آیا قاتل توبه دارد؟ خاموش شد. دفعه سوم پسر عمک پیغمبر است، آیا قاتل توبه دارد؟ گفت که من چی بگویم برای اون؟ از پیامبر خدا گفت شنیدم که روز محشر مقتول می آید، سرش در دستش از گریبان خون میریزد، از موی سر قاتل گرفته کشیده می آید، میگه ربی سل هذا، پروردگار این رو بپرس، بیما قتلنی، مرا برای چی کشته است؟ نفس و حیات را خدا میدهد، جز خدا کسی حق ندارد بگیرد اونو. اگر اون مسلمان و مؤمن باشد اون جاش دیگر است. در قرآن کسی مسلمان رو بکشد که 5 وعده است، همیشه میماند، الله غضب کرد، لعنت کرد اون رو و جای عذاب بزرگ برای او تیار کرد در جهنم. بنابراین قتل از عمل شوم انسانی هست که از اول از فرزندان آدم تا این دم همیشه اسلام محکوم میکند هیچ وقت قتل انسان را اجازت نمیدهد و تمام زمان و دوره‌ای که اسلام حاکمیت میکرد در اونجا ملت‌های چون یهودی، چون نصرانی، چون مجوسی ها و دیگرها زندگی میکردند و اینها معامله با اونها داشتند.
تجارت میکردن، قرض میگرفتن. ما باید دینمون را از پیامبرمون یاد بگیریم. آیا پیامبر ما بدین رو میکشتن؟ یک یهودی وعده میکند، میگوید که من سر پیغمبر رو من میارم. میرود پیغمبر خواب است در سایه درخت، شمشیر رو در زیر گلوی پیغمبر میگذارد. پیامبر وقتی میخیزد میگه یا محمد من یمنعک منی، ای پیغمبر تو رو از من کی من میکند؟ سر رو از جدا میکند. پیامبر میگوید پروردگار ما را از تو منع میکند. شمشیر از دست اون میافتد، پیامبر شمشیر رو میگیرد، بالای اون هجوم میکند، اون با پشت میافتد در زمین. میگوید یا محمد کن خیر آخذ، ای پیغمبر بهترین گیرنده باش صلی الله علیه و سلم، نزن. پیامبر میگوید قل لا اله الا الله، لا اله الا الله بگو. میگه لا، نمیگویم، هرگز ایمان نمیارم. ولک منی، اینه که یک وعده میکنم، هر جماعت و گروه به طرف تو ای محمد می جنگن، دیگر من را در اون گروه و در اون جماعت نمیبینی. پیامبر راه اون را باز میکنند، میرود. همین اقلکایی که امروز هستن، همین سلفی و علفی که امروز هستن، اینا باشن، اینا پیغمبر را محکوم میکنن. کافری که ایمان نیاورد میگه اون رو نکشت، اون سلاح داشت، کشتنی آمده بود. بنابراین ما باید در دین مبین اسلام با علم و معرفت در مذهب امام اعظم و آن چی میگیریم از داملاهای خودمان، از مذهب خودمان. امروز اینقدر رویه ها زیاد شدن در شبکه ها که اهل علم هم در حیرتند. ما باید از همه آن چی را پیروی کنیم که سرمایه بندگی ما زیادتر نزد خدا از همه بیشتر باشد، چون که ما از اونها معرفتمون، تمدنمون، فرهنگمون بیشتر و خوبتر است.